سلام خوشگله، حالتون چطوره؟ من سارا هستم و به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز اومدم براتون کرم پودر سو بیوتی رو آنباکس و تست کنم. من شماره 05 رو گرفتم و مدل مت فینیشش که میگن فول کاوره و فینیشش مات. امیدوارم که رنگ پوستم باشه، حداقل نزدیک به پوستم باشه، خیلی روشن نباشه، خیلی تیره نباشه. اینم خودشه. ببینید چقدر گوگلی و نازه، خیلی شیکه بچه‌ها. خوشگله، خدا وکیلی پکیجینگ خوبی داره. خیلی سنگین نیست پکیجینگش ولی شیکه، حس لوکس بودن به آدم دست میده. خب درشو با هم دیگه باز کنیم، تستش هم بکنیم دیگه، میشه تستش نکنیم. یه ذره خیلی رقیقه. چرا؟ بذار یه ذره دیگه بزنم که همه جا رو بزنم. بافت خیلی رقیقی داره، رنگش هم ظاهرا برای پوست من خوبه. حالا امیدوارم که خوب باشه. اول بذارید با براش هم پخشش کنم، بعد با بیوتی بلندر فیدش کنم. بچه خیلی رقیقه، خیلی سبک، بو اصلا نداره، هیچ بوی نداره. بعد یه ذره طیف زردی داره که حالا برای پوست من اوکیه. شما اگه طیف پوستتون مثلا توناژ صورتی داشته باشه فکر کنم این خیلی براتون زرد میشه. و تا الان که خیلی براق نیست ولی هنوز خیلی مات هم نیست. شاید بعد بمونه که مثلا مات بشه، به اون درجه از ماتی برسه. خوبیش اینه که بو نداره. من دارم کرم پودرایی که بو دارن حقیقت خوشم نمیاد. این شماره 05ش برای پوستایی که سبز هستن یا برنز هستن فکر میکنم خیلی مناسب باشه. ببینید الان با گردن من یه ذره، با اینجای گردنم یه ذره اختلاف رنگ داره ولی من ورزش میکنم و ضد آفتابم رو تمدید نمیکنم. یه ذره اینجاهام سوخته، پشت گردنم یه ذره سوخته، ولی ببینید الان اینجا که مثلا پوست خودمه خیلی اختلاف رنگش زیاد نیست. اینم که سایه افتاده. خب قاعدتا خوشحالم که حداقل رنگ پوست درستی رو انتخاب کردم. خب بذارید یه ذره با بیوتی بلندر برم روش خط و خطوطاشو بگیرم. من آینه رو میذارم اینجا. بچه خیلی سبکه، خیلی سبکی. ببینید من زیر این اصلا پرایمر نزدم چون نمیخواستم بهش کمک کنم یا مثلا تقلب بهش برسونم. من فقط از حمام که اومدم یه مرطوب کننده زدم و یه کرم دور چشم. خیلی بافتش و اینا خوبه. من واقعا دوست داشتم. سبکه، اذیت نمیکنه، میدونی حسش نمیکنی زیاد. و کاورش هم با اینکه اون همه رقیق بود ولی کاور خیلی خوبی داشت. حالا من برم روی لوازم آرایش‌های دیگه بیارم، آرایشم تکمیل کنم، ببینم روش مثلا برانزرم و رژگونم و اینا کیکی میشه، پچی میشه یا نه. خب من یه پالت کانتور کانسیلر فورور 52 آوردم، همون پالت که همیشه باش کانتور میکنم. نمیخوام کار عجیب غریب و خاصی حالا خیلی انجام بدم، فقط میخوام ببینم که محصولات کرمی دیگه روی این زیرساز چجوری میشینن. یه ذره احساس میکنم این پیگمنتش کم شده این کانتوره، یعنی من روی کرم پودر مپ بوتم که میزنم یه ذره انگار که کاورش بیشتره. حالا نمیدونم چرا روی این خودشو نشون نمیده. ببخشید من عادت ندارم تو دوربین بهش کنم. نه خوب شد. بچه‌ها این انقدر نارنجی نیستا، نمیدونم چرا تو دوربین اینطوری میافته. اصلا رنگش این رنگی نیست. فکر کنم به خاطر نور و ایناه که اینجوری خودشو نشون میده. این در واقع برانزر، البته کانتور حساب نمیشه چون یه ذره توناژ قرمزی داره. خب نه الان که دارم نگاه میکنم خیلی راحت روش خوابید. یه ذره پیگمنتش انگار روی این کرم پود کم بود ولی اصلا پچی نشد، لک نشد و مثل همیشه راحتم بلند شد. خدا رو شکر. بزنم اینجا بزنیم. من یه ذره آرایش چشم انجام دادم که خیلی هم بد شد، مثلا لک شد و رنگا اصلا خوب نبود، اصلا چیز افتضاحی شد. گفتم که زیاد مثلا وقتمون گرفته نشه جلو دوربین، حالا چون ویدیوام نمیتونم خیلی طولانیش کنم برای همین آرایش چشمم انجام دادم دیگه. اگه خیلی بد شده که میدونم خیلی بد شده ببخشید. کانتورم که خدا رو شکر خوب تا اینجا. خب حالا بریم سراغ رژگونه. رژگونه رو من در حال حاضر یه رژگونه کالیستا دارم شماره 20F2
که یه 1 سالی میشه دارمش. پیگمنتش و اینا خوبه، نه خیلی پیگمنتش زیاده که مثلا کنترل کردنش سخت باشه، نه کمه که مثلا ای بخوای بزنی. رژگونه بدی نیست، موندگاریش و اینا هم در حد معمولیه. من راضی بودم، ولی احتمال اینکه شارژش کنم دوباره خیلی کمه. فکر نمی‌کنم اگه تموم بشه دوباره شارژش کنم. ترجیح میدم برندهای دیگر رو امتحان کنم، حالا ببینم که چی پیدا می‌کنم. بینیمو کانتور نکردم. بچه رژگونم هم خوب خوابیده روش. اصلا من نمیبینم که پچی شده باشه یا این رو زیاد زدم. نمیبینم که پچی شده باشه یا مثلا لک شده باشه. نه خوب بود. رژگونم هم یه لحظه من بیوتی بلندرم افتاد. رژگونم هم مثل همیشه بلند شد. من یه ذره رو بینیمم میزنم. خب ببینید دور لبم هم خوبه، سفیدک و اینا نزده، پچی هم نشده. ولی خب منافذ و جوشامم اونجوری که مثلا یه سری کرم پودر خیلی فول کاور میکنن کاور نکرده. میبینید مثلا اینجا جوشای ریز زدم همش معلومه، یا مثلا این سمت یه ذره منافذ دارم، منافذم کاملا مشخصه. نمیتونم بهتون بگم که بد بود، چون واقعا هیچ ایرادی نداشت. دیدین دیگه، نه پچی شد نه کیکی شد، نه بلند کردنش سخت بود. خیلی خوب نشسته رو صورتم، یه دست ترتمیز. من قیمتش بود 2,080,000 تومان اگه اشتباه نکنم. بعد من چون آنلاین از اسنپ شاپ سفارش دادم 180,000 تومانم هزینه ارسال دادم، نزدیک 2,300,000. حجمش بچه‌ها خیلی زیاده ها. بذارید ببینم حجمش چند میل بود. حجمش 30 میله. حجمش 30 میله. برای 30 میل خوبه، من دوستش داشتم. یعنی احتمال اینکه بازم شارژش کنم خیلی زیاده. خوب بود. من بهتون پیشنهاد میکنم بگیرید. حالا باز من توی مثلا چند ساعت دیگه هی میذارم روی پوستم بمونه که ببینم موندگاریش چجوریه، نمیدونم پاک میشه نمیشه. بعد بچه‌ها ببینید یه ذره خیلی کم مالیده میشه، خیلی کم، ولی انقدر کم که مثلا تو دوربین شاید خیلی مشخص نباشه، خیلی کم مالیده میشه. ولی خب اگه با یه پودر خیلی خوب فیکسش کنی 100% همین یه ذره هم دیگه مالیده نمیشه. این من از خریدم راضی بودم. اگه شما هم تجربه استفاده از این محصول دارید حتما با من به اشتراک بذارید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه فعلا راستی لایک، سابسکرایب، زنگوله رو بزنید.